اگر بیاد داشته باشید ما قبل از رمضان در برنامه‌های متعددی حدود 1 ماه 1.5 ماه به کلیپ های یکی از ملحدین، شخص مرتدی به نام کاوش، پاسخ دادیم. یک انسان جاهل و احمقی که غیر از دروغ پردازی و تهمت و افترا و فحاشی و توهین حرف دیگری برای گفتن نداره. خلاصه اینا خیلی سر صدا میکردن که بیایید کجا هستید و با ما بحث بکنید و با ما مناظره کنید و از اسلام دفاع بکنید. بعد گفتیم بسم الله، ما حاضریم. هر موضوعی رو که دوست دارید زنگ بزنید، در برنامه زنده آن روی سکه با شما بحث میکنیم. بعد که رمضان شد و برنامه آن روی سکه تعطیل شد، در یکی از شب‌های رمضان ساعت 11-12 شب در برنامه زنده که حالا در تیک تاک داشته، در هر جایی داشته، تماس گرفته که بیایید ببینید من دارم زنگ میزنم، کسی نیست جواب بده. واقعا به حماقت‌های اینها باید خندید. روزی که ما برنامه داشتیم، برنامه زنده، میگفتیم تماس بگیرید، میگفت که من احمق نیستم که زنگ بزنم به برنامه ملا بگم که بیا من فلانی هستم، میخوام با تو بحث بکنم. بعد که زیر فشار افکار عمومی قرار گرفتن به خاطر دروغ‌هایی که میگفت و اینها، خلاصه در یکی از شب‌های رمضان، اونم در شبی که ما برنامه‌ای نداشتیم، تماس گرفتن که ما میخوایم مناظره بکنیم. حالا همون شماره‌ای که تماس گرفته بودن به برنامه، به همون شماره زنگ میزنیم ببینیم که پاسخ میدن یا نه. دوستان عزیز، این شماره‌ای که ازش تماس گرفته بودن، ما داریم بهشون زنگ میزنیم در برنامه زنده که این کاوش ملحد بیاد بحث بکنه، صحبت بکنه، اما جواب نمیدن. این فقط دیده بود که اینا برنامه ندارن در ماه رمضان، بیایید حالا یک تئاتری درست بکنیم، یک درامه‌ای درست بکنیم، زنگ بزنیم بگیم که ببینید اینا جواب نمیدن. و بعد از اون تماس یک عکسی رو هم پخش کرده بودن در متاسفانه جواب نمیده. بار دیگه تماس میگیریم دوستان عزیز. بابا جان، کاوش جان، کجایی؟ یعنی خجالت نمیکشی؟ یعنی ما گفتیم که بیا و دفاع کن از این دروغ‌هایی که گفتی، متاسفانه نیستن، چون حرفی برای گفتن ندارن دوستان عزیز. اینها غیر از دروغگویی و فریبکاری حرف دیگری برای گفتن ندارن که مردم رو فریب بدن و جرأت و شهامت این رو هم ندارن که در یک برنامه زنده حاضر بشن.
داره زنگ میزنه اما پاسخ نمیده. به هر صورت خلاصه به هر صورت روزهای سه‌شنبه از ساعت 7 تا ساعت 9 شب به وقت مکه مکرمه برنامه زنده آن روی سکه هست. اگر اینها شهامت و مردانگی و جرأت دارن بیان تماس بگیرن و بابا یک انسانی که اسمش دروغ، شخصیتش دروغ، تعلیمش دروغ، تحصیلش دروغ، همه چیزش دروغ، بعد این اومده از اسلام نقد میکنه و از این انسان چه توقعی شما دارید؟ یک چیز خیلی خنده‌داری رو من از این شخص خدمت شما عزیزان نشون بدم. دوستان این کلیپ رو اسم منم کاوش، خودش رو داره معرفی میکنه، دوستان گوش کنید. اسم منم کاوش، خلاصم فروید، مستری دارم در بخش فیزیک و استرونومی از دانشگاه کامبریج خود روسیه که در شهر سنت پترزبورگ است. دیپلم به دست آوردم. یک بار دیگه توجه کنید دوستان چی میگه. اسم منم کاوش، خلاصم فروید، مستری دارم در بخش فیزیک و استرونومی از دانشگاه کامبریج خود روسیه که در شهر سنت پترزبورگ است. دیپلم به دست آوردم. دوستان عزیز، از همین امشب تا سه‌شنبه هفته آینده من یک کار خانگی میدم به همه ملحدین جهان، همه ملحدین جهان، که این کذاب دروغگوی هیله‌گر از دانشگاه کامبریج روسیه در شهر سن پترزبورگ دیپلم گرفته در ماستری. اول فرق بین دیپلم و ماستری رو نمیفهمه. بعد دانشگاه کامبریج روسیه در شهر سن پترزبورگ. هر کس که این دانشگاه رو در روسیه در یکی از در هر گوشه روسیه این دانشگاه رو پیدا کرد، لطفاً آدرسشو برای من بفرسته. این دانشگاه اولا یک دانشگاه بریتانیایی است. در روسیه حتی شعبه هم ندارد. خیلی سرچ کردیم ما، یک مهد کودک در روسیه به نام کامبریج وجود دارد. مهد کودک یعنی کودک‌های زیر 7 سال رو میبرن اونجا. یک مهد کودک در اونجا وجود دارد. بر صورت دیپلم ماستری خودش را در رشته فیزیک از دانشگاه کامبریج روسیه گرفته است. دوستان اگر که آدرس این دانشگاه رو در یکی از شهرهای روسیه پیدا کردن، غیر از سن پترزبورگ در هر شهر دیگری پیدا کردن، لطفاً برای من بفرستن. باز این میاد میگه که میخواد بحث و مناظره بکنه.